هر گهنج 6 دانگ است و هر دانگ 16 شعیر. اگر کسی به تنهایی گنجی را در زمینی که صاحب نداشته باشد پیدا کند، 6 دانگ متعلق به خود اوست. اگر کسی اصل سنند را داشته باشد و گنج در زمینی باشد که صاحب نداشته باشد و سنند را برای کاوش به دیگران ارائه کند، 2 دانگ از 6 دانگ متعلق به اوست. و اگر خود نیز در کاوش همکاری مستمر داشته باشد، سهم او 2.5 دانگ خواهد بود. اگر چند نفر بدون سند در زمینی بی صاحب گنجی رو بیابند و با کار مشارکتی به اون برسند، 6 دانگ به طور مساوی میان آنها تقسیم می شود. رعایت حق هر فرد باید انجام شود. اگر فردی سند را که متعلق به زمین شخصی خود است ارائه کنه و هیچ کاری هم نکنه، 3 دانگ از 6 دانگ متعلق به اوست و اگر کار هم بکنه، از 3 دانگ بقیه هم سهمی مناسب خود خواهد داشت. کارشناس مشاوری که تنها از جهت علمی و تجربی در یافتن گنج بدون سند کمک می‌کند، 1.5 دانگ از 6 دانگ متعلق به اوست. اگر سند باشد 1 دانگ می‌شود. اگر حرفاری یا عمل دیگری هم انجام دهد، از آن بخش نیز سهم خواهد داشت. دارنده دستگاهی که در کشف گنج بدون سند نقش اصلی رو داره، 1 دانگ از 6 دانگ را می‌برد. اگر سند باشد و دستگاه نقش تکمیل کننده داشته باشد، نیم دانگ از 6 دانگ یعنی 8 شعیر متعلق به اوست. به حرفاری که در خط مقدم حرفاری است و خطرات اول متوجه اوست، باید نیم دانگ بیشتر سهم داده شود.